مصاحبه تیوی. سلام. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من میلیم، یه ملخ. خب میلی، بزرگترین آرزو چیه؟ میخوام برم دانشگاه هاروارد. پس به مهاجرت فکر میکنی؟ بله، چند تا از دوستام هم رفتن چین. اونجا توی چین چیکار میکنن؟ بیشتر توی رستورانا هستن. پس توی رستورانا کار میکنن؟ نه، اونجا خورده میشن. خیلی متاسفم. چیز دیگه هست که بخوای به مخاطبمون بگی؟ آرزوهاتون رو دنبال کنید، حتی اگه خورده بشید. خیلی ممنونم میلی. فعلا خدا نگهدار. بای. ممنون که برنامه ما رو تماشا کردی. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.